روزی سه شنبه در شهر غربی ناگپوری هندوستان هزارها زن برقع‌پوش بر ضد لغو قانون سه طلاق صدا بلند کردند. در ماه دکمبر سال 2017 پلته پایانی پارلمانی هندوستان لایحه قانونی منع سه طلاق را قبول کرد. پیش از آن در ماه اوگوست دادگاه کانستیتوسیونی هندوستان تاکید کرده بود قانونی که به مرد امکان می‌دهد تنها با گفتن کلمه طلاق از زنش آزاد شود به سرقانون هندوستان مخالف است. در راهپیمایی روز 20 مارس اعتراضگران اصرار کردند که قانون لغو سه طلاق با پیشنهاد چند زن قبول شده است و نظری اکثریت را نادیده میگیرد. بر پایه قانون نو فردی که زنش را سه طلاق داده است مورد مجازات حتمی قرار میگیرد و حتی از امکان گرو یا مجازات شرطی محروم می شود. حکومت می‌خواهد با طلب چند زن قانون‌های اسلامی را تغییر دهد. از این رو ما جمع شدیم تا پیام خود را رسانیم. حکومت هندوستان باید صدای زنان را بشنود که ما مخالف ورود تغییرات به شریعت اسلامی هستیم. ما طلب داریم که قانون منع سه طلاق از اعتبار ساقط شود. آن ضد زنان، ضد انسان‌ها، ضد عائله و ضد منفعت عمومی است. هندوستان یکی از کشورهای کم شمار عالم است که در آن قانون سه طلاق وجود دارد. بعضی گروه‌های اسلامی مخالف عملی شدن طلاق با یک سخن مرد هستند و میگویند قانون‌های شهروندی هندوستان آزادی و استقلال آیین و مذهب را حمایت می‌کنند. پیروان دین و آیین‌های هندو قانون‌های خود را به زمانه مطابق کردند، ولی قانون‌های اسلامی این کشور مورد بازبینی قرار نگرفتند.